پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود هر زنی که 4 کار بکنه 8 دروازه جنت بریش باز است. چند کاره؟ 4 کار بکنه 8 دروازه جنت بریش بازه. این مرد بیچاره چقدر غم داره. این مرد باید جهاد بکنه، این مرد باید جان بده، این مرد باید خون بده، این مرد باید زحمت بکشه، این مرد باید بوجی پشت بکنه، این مرد نماز خفتن در جماعت باید بره، این مرد نماز صبح به جماعت باید بره، در جمعه باید حاضر شوه. 100 تا مشکل دیگه به ایران بره نان بیاره، به ترکیه بره نان بیاره. این همه زحمت. ولی خدا میگه اگر زنها 4 کار کردن در داخل خانه در سر بستر گرم و نرم 8 دروازه جنت بریشون باز است. خدا شما رو چقدر دوست داره. کار اول 5 وقت نماز به وقتش خوانده شود. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود هر زنی که 5 وقت نماز به وقتش میخوانه 8 دروازه جنت بریش باز میشه. در وقتش بخوانه. دوم